تا دمیدن سحر هنوز زمان باقیست برای آمدن تو. قبلیونه تو چشمون قشنگه لونه کرده غم‌انگیز، سرد، سخت و عقیم. این داستان گل یخ است، اما نه داستان مردی که در 1350 در خوابگاه کوی دانشگاه در حالی که برادرزاده 3 ساله‌اش روبرویش نشسته بود و میگریست و خود از زیتونزاران و شالیزارهای شمال به تهران آمده بود این شعر را سرود. سیاهیای دو چشمت مثل غم‌های منه. مهدی اخوان لنگرودی هنگامی که جوانی 20 و چند ساله بود با ترانه گل یخ توانست گامی تازه در موسیقی پیشرو آن روزها بردارد. سال 1324 در شهر لنگرود به دنیا آمد. پدرش صاحب کارخانه چای بود. وی دوران کودکی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لنگرود گذراند. او در سال 1351 از دانشگاه ملی ایران در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل و برای اخذ مدرک دکترا راهی وین شد. نخستین دفتر شعرش با عنوان سپیدار در سال 1345 چاپ شد. اخوان لنگرودی بیشتر به خاطر ارتباطش با شاعر بزرگ معاصر ما احمد شاملو شناخته شده است. 2 کتاب مشخص داره در رابطه با شاملو و ارتباطش با شاملو که یکی در رابطه با خود شاملو یک جورایی میشه گفت شناختنامه شاملوه که بیشتر دیده شده و دومی نامه هایی است که بین شاملو و اخوان رد و بدل شده. خب شاملو ارتباط خیلی خوبی با اخوان لنگرودی داشت. هر زمان که به اروپا میرفت در خانه اخوان لنگرودی ساکن میشد و حتی سفرهای بین کشورهای اروپایی رو هم به همراه هم خیلی وقتا میرفتن. اخوان لنگرودی بسیار تلاش میکرد که نویسندگان به ویژه جوان ایرانی رو به بازار ادبیات اتریش و سایر کشورهای اروپایی معرفی کنه. اخوان لنگرودی سالها در اتریش زندگی میکرد. همواره و همیشه میزبان شاعران و نویسندگان نامدار این سرزمین همچون احمد شاملو، ابراهیم گلستان، محمود دولت‌آبادی و سایرین بود. او اما هیچگاه در اتریش زندگی نمی کرد، چرا که بارها گفته بود در دهه 50 به اتریش رفتم و در همه این سالها جسمم در وین و روحم در لنگرود پیر می شد.